وزیر بروانی ترکیه شکره کرد که ناوندا اپراسیون هفبش درباری نافچه آرام یا کو امریکا و ترکیه لسر کفتن دست به کاری خو کرد. خلاصی کار وزیر بروانی ترکیه داخویانیه که ده دو شمی راگهانده لگوری رکفتنا ترکیه امریکی درباری آواکرنا نافچه آرام لروشالات چمی فراته ناوندا اپراسیون هفبش دست به کاری خو کرو گوت بینگاوین قوناغای که جه نافچه آرام کتواری بجی کرنه ده. اکار هروها داخویا کرن که یکم گرم بالافرین هفبش ین امریکی و ترکی لسر اسمان روشالات چمی فراته دست بکر. وزیر بروانی ترکیه بالکشاند سر انجام دانا پیوندی خواب مارک ایسبر وزیر بروانی امریکای رو گوت دویستوی که وی مهیده پیوندی که تلیفونی به ایسبر انجام دا. هر دو آلی ریکفتن لسر دست بکرنا قوناغای که جنافچه آرام ره. او گوت نافچه آرام ویلگوری پلانا کوجیر هاتی دانین و لسر ریکفتنه ویل روشالات چمی فراته ورا آوا کرن. درباری دانوستاندن وان به برپرسین امریکی را خلاصی کار وزیر بروانی ترکیه اشکره کرد. گوتان ها دانوستاندن و هماهنگی نابرابر برپرسین ترکی و امریکی درباری نافچه آرام لروشالات چمی فراته بردوامن. اکار هروها سربار کرو گوت که ناوندا اپراسیون هفبش نابرا ترکی و امریکای ده درباری نافچه آرام جوالی برپرسین ترکی و امریکی و دینه بری و برن و گوت ده 14 هیوی مهیده بالافرکه بی بالافروان لسر اسمان روژاوای کردستان فری و دو شمیه ناوندا اپراسیون هفبش یکم گرن اسمانی لسر نافچه آرام دست بکاری خو کرد.